سلام بچه ها. من یه سفر کمپینگ جنگلی دارم میرم سمت استان گلستان. این وسایل تقریبا برای برنامه‌های 3-4 روزه است که تقریبا مشترکه. از این بالشتای بادی برای داخل طول مسیر که باد کنم و زیر سرم بذارم، یه مقدار پول نقد، پاور بانک که حتما مطمئن میشم از شارژش و به اصطلاح یه کاور خوب که از بین نره، کوله کوچیک برای حالا داخل مسیر رو که میخوام حالا تنقلات بذارم، یه کوله بزرگ 65 لیتری، حله، مایو ممکنه برم سمت دریا، 2 مدل کفش میبرم، یه آب نوردی، یه مدل کفش کوهنوردی، بعد چادرم که اصلا برنداشون مهم نیستن، زیر انداز برای اینکه میخوام بخوابم، کیسه خواب، چراغ چادر و چراغ قوه، هدلایت حتما. بعد اونجا چون ممکنه بارندگی باشه، هم به اصطلاح پانچو هم بادگیر، کلاه آفتاب. بعد از این تفکیک کننده هایی که داخل کوله وسایل میشه تفکیک کرد که هر چیزی کجاست. من اینا رو خیلی دوستشون دارم، خیلی کاربردی ان. وسایل بشقاب و قاشق و اینا. بعد یه مقدار اسپری بدن و کرم ضد آفتاب و اتکلان، صابون، شامپوی بدن، شامپوی سر، مسواک، خمیر دندون، نخ دندون. بعد یه مقدار لباس که خب حالا سعی میکنم هم لباس آستین بلند هم آستین کوتاه، شلوارک و اینجور چیزا. بعد من کاپشن یه مقدار ضخیم بردم، ممکنه شب اونجا سرد باشه به خاطر اینکه اصولا جنگل سرده. اینا رو هم حالا برای خواب میبرم. حصیر خیلی کاربردیه برای زیر داخل چادر، چون من چادرم خودش یه زیر چادری هم داره. بطری آب، یه شل آب هم میبرم، پلاستیک، هم دسته دار، هم کیسه فریزر و هم کیسه زباله. بعد چون که خب جنگل دستشویی نداره، از اینا که سر بطری میبندیم برای دستشویی، گلاب بروتون. بعد از این ظرفای غذا، مایتابه و کتری و اینجور چیزا، اسکاچ، پیلوت و سر پیلوت و دستمال کاغذی، لیوان، چسب پهن ممکنه به کار بیاد. بیسکویت از اینا نمیبرم برای خب حالا عصرانه، چایی، کافی میکس، عسل و پنیر و مربا برای صبحانه، همچنین تخم مرغ از این جعبه ها میذارم که خب خیلی محکمن. تن ماهی، ماکارونی با به اصطلاح از این آماده ها، مایه آماده ها هم میبرم، نودل و یه بدن لوبیا، اینم که روغن مایه. حالا بقیه سفرم با شما حتما به اشتراک میذارم، ببینین داخل سفر منو. امیدوارم که سفر خوبی داشته باشیم. فعلا خداحافظ.